راهبران ایرانی هفته گذشته شرکت در انتخابات را نشانه وطندوستی نامیدند ولی منعقدان به بایکوت آن دعوت کردند. این اولین آوازدهی بعد سرکوب اعتراضهای سال 2022 بود که حق بیشتر برای زنان، اصلاحات اقتصادی و همچند خواستار تغییر حکومت بودند. تحلیلگران میگویند که شمار آوازدهندگان خیلی کم بود چون که هیچ یک طلب آنها در اعتراضها شنیده نشد. سبب این است که ایران غرق مشکلات زیاد است. خرابی اقتصادی، انزوای بین المللی، یک رژیم سرکوبگر و این همه به تغییر میماند. هیچ یک مشکل حل نشد. شمار نامزدان خیلی زیاد بود. تعداد زنان از گذشته ها بیشتر بود ولی از 290 کرسی مجلس 245 کرسی اشغال شد و تنها 11 نفرشان را زنان تشکیل می دهند. در مجلس امروز شمار زنان 16 نفر است. نامزدهای پیشرفته اصلاحات طلب و یا منعقدی حکومت راه داده نشدند. تحلیلگران میگویند با چنین وضع به اصلاحات امیدوار شدن دشوار است. این که صداقت به رژیم نظر به دیگر خصلت‌های نامزدها در مرکز توجه است به آن معناست که حاکمان ایران به متخصصان و تکنوکرات‌ها کمتر نگاه می‌کنند و حتی اگر آنها کدام نیت یا فکری جالبی را بخواهند عملی کنند شاید از دستشان نآید. در نتیجه بسته شدن فضای آزاد کسبیت کمتر می‌شود. روز 1 مارس در ایران اینچنین اعضای شورای 88 نفره خبرگان را هم انتخاب کردند که رهبری بعدی عالی این کشور را تعیین میکند. در ماه‌های نزدیک دوره دوم انتخابات برای کرسی‌های خالی مانده پارلمان برپا می شود.